سلام، بریم با همین شیر برنج خوشمزه و آسون درست کنیم. اول از همه برنج رو میشوریم. برنجمون هم بهتره ایرونی باشه و نیم دونه هم اگه باشه خب سریع تره. بعد از اینکه برنج رو شستیم با یکی دو بند انگشت آب میذاریم که شکفته بشه. بعد شیر رو اضافه میکنیم و مواظبیم که سر نره. من زخم خوردم که اینو دارم میگم. من پودر هل نمیریزم چون دوست دارم سفیدی شیر برنجم کاملا حفظ بشه، به خاطر همین خود دونه هل رو میریزم و آخرش برمیدارم. بعد از اینکه برنج کاملا پخت و باز شد یک کم شکر میریزم و بعد عرق نسترن یا گلاب. بعدم میذارم که به اصطلاح جا بیفته. تا اینجا شیر برنجمون آماده است. میتونید تو این مرحله بهش یکم خامم اضافه بکنید. هل ها رو در آوردم و توی ظرف ریختم. برای سروش هم حتما با شیره انگور، عسل یا مربا نوش جان بکنید. وقتی که گند میزنه شیر همه چی رو، اونی که تو این شرایط داره براتون پست آماده میکنه، گاز تموم شده. من رو 2 تا گاز مسافرتی اینجورم سر رفته. اینم وضع زندگی منه.